با درود دوستان، میخواهم یک شعر زیبایی را برایتان بخوانم و از روی نوشته شدن شعر گمان میکنم شعر را زن نوشته است، اما کی نوشته است پیدا نکردم. برای همین کسی دانه در پایان نویسد و با عذر زیاد از شاعر من نمو خط اولش را اندکی دیگرگون کردم، چون اینجا از طرف زن گفته می شود، من همین را از طرف مرد گفتم و جای حرف بیزن به من مثلا دوست دارمت، من این را چنین کردم. حرف زنم به تو مثلا دوست دارمت، حرف زنم به تو مثلا دوست دارمت، زیباترینی خلق خدا می شمارمت. با من بیا به اوج سعادت سفر کنیم، ای همسفر بیا که هنوز انتظارمت. یک لحظه در حریم حیاتم بیا ببین، من تا چه حدی در بغلم می فشارمت. دیر آمدی اگرچه ولی شکر می کنم، خوش آمدی کجای دلم جا گذارمت. هی خوش به حال قطره باران روی تو، هی خوش به حال قطره باران روی تو، ای کاش گاه ابر شوم تا ببارمت. تا کی چگونه صبر کنم تا رسیدنت، تا کی چگونه صبر کنم تا رسیدنت، باید برایت عرض کنم بیقرارمت. باید برایت عرض کنم بیقرارمت. اگر کسی نام شاعر را داند در پایان نویسد.